این شما این اولین آنباکس آیپد پرو M5 به زبون فارسی. خیلی سفته. و واقعا هم میترسم. هستی؟ جعبه داخل جعبه. میریم که آنباکس اول انجام بدیم. اینجا باش دیگه. اما تاتان آیپد پرو 13 اینچ M5 قوی ترین پردازنده حال حاضر اپل. بریم حالا آنباکس اصلی. تا اینجا که کارتون باکس بود. نه تا اینجا که حالا هرچی. دیگه فکر نمی کنم به این نیازی باشه. میخواید بیاید نزدیکتر یا از همینجا هندلش بکنم؟ فکر کنم اینطور دارید میبینید. از وسط اگه کات بکنم قشنگ مشخص میشه. به 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 به. چقدر خفنه، چقدر خفنه. با نام و یاد خدا. آها اینجایی. صدا اینم بگیر عزیزم. اینوری. وای وای. این کمرم خم شدش برای اینکه تو کادر جا بشم. میکشیم بیرون. وای چقدر نازکه، چقدر نازکه. چی تو؟ خب بریم برای آنباکس این قسمتش. چقدر ما آنباکس کردیم ولی صداشو شنیدی؟ تمام. زیبایی محض، زیبایی محض. حرفی باقی نمیمونه دیگه. داخلش چی هستش؟ به قول مهدی شجاعی روشنش میکنیم و میذاریم کنار. هیچی. کابل. شارژرش هم برداشتن دیگه. فقط کابل رو داریم الان. تمام شده رفت. هیچی دیگه داخلش نداره. و این شما، این هم حالا بعداً راه اندازیم. اومد بالا دیگه. اینه M5. چقدر نازک، چقدر نشون، واقعا بی‌نظیر.
هش بریم عشق بازی کنیم.